جوانای عزیز، زنان گناهی کبیر است، خصوصا برای همسر که وی مادری فرزندی توست، وی پاسبان خانه توست، وی محافظت کننده ناموس توست، وی مونس شبهای تاری توست. او را حقارت کردن و دشنام دادن، این لعنت خدا را به خودتان آورده دستی. قرآن هیچگاه به ما اجازه نمیدهد که ما همسرمان حقارت کنیم. بعضی جوانا رو میشنوم از شکایت خواهرای اسلامی که مکتوب به ما هر جمعه روا میکنند، شوهر میگه من خواهرت فلان کنم، مادرت فلان کنم. جوانای عزیز، مادری خانم برای تو مادر میشه. ای ناجوان مرد، وای مادری خودت است. پیغمبر خدا گفت لعن الله من سب والدیه، خدا لعنت کند کسی که مادرش حقارت میکند. مگر خوشنامان سزاوار است که او رو فلان کنم گویی؟ مگر خواهر زن قیسنگل سزاوار است که وی فلان کنم گویی؟ لعنتی وی خواهر میشد برای تو و این نکاحش برای تو حرام است مادامی که این در نکاح توست. چی تو شرم نداشته خواهر و مادری خود حقارت میکنی؟ خب بسیار غزه بود بیاد خوش حقارت کن آخیر. بسیار غزه بود نبیا یا روی مالچی که دسترش یک زن، این است اسلام به تو اجازت میده. اما هیچگاه حقارت کردن پدر و مادری زنه، خواهری زنه یا خیش و تبار زنه برای ما اجازت نمیدهد. این ما از کی یاد گرفتیم؟ جوانای عزیز، مگر پیغمبر ما به ما هم تو تعلیم داد؟ مگر اسلام برای ما هم تو تعلیم داد؟ مگر قرآن برای ما هم تو تعلیم داد؟ نه. این سببی از اسلام دور شدن ماست، سببی از قرآن جدا شدن ماست، سببی از مسجد دور شدن ماست. بنابر جوانای عزیز، همسراتان رو دوست دارید، همسراتان رو حرمت کنید. بگاهی که از کار می بیایید جوانای زیبا، یک دانه گل یک سو میستد، 50 تیم میستد، بخرید در ماشین بیاره همسرتانه که از در آمده السلام علیکم گفته دست شدیده، یک بوسش کنه ببینه چی محبت پیدا می شود. امروز جوانای ناجوان مردی ما برای زنهای فاحشی کوچه $100 دریغ نمی دارند. اما یک فاحشه اگر پسندش تبسم کنه میره ماشین من میکنه پیش گل فروش 50 خیل گل میخراش. اما برای همسری خودش که مادری فرزند داشت یک گل دریغ میدارد.